چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم مربوط میشه سیستم های آموزشی. ما با اینکه میلیون ها یوتیوبر در جهان داریم و تو کشور خودمونم شاید رقم این به صدها هزار نفر برسه، اینه که یوتیوبر شدن هیچ سرفصل درسی نداره، در صورتی که صدها هزار نفر سعی میکنن تو این کار موفق بشن و هیچ اطلاع و فرهنگ و تجربه واقعی وجود نداره که بچه‌های ما رو آموزش بده. به هر حال این شغل یه شغلیه که نیاز به سرمایه زیادی نداره، با گوشی با حداقل امکانات میشه آدم کسب درآمد کنه و در واقع در دنیای امروز که عصر اطلاعاته و عصریه که زندگی رو داره راحت‌تر میکنه، ما به یوتیوبرهای زیادی احتیاج داریم که از فرهنگ، از موضوعات متنوع تجربیات خودشون بگن و جامعه رو مطلع کنن و در واقع از فن و تلاش ها و تجربیات خودشون در اختیار جامعه قرار بدن. اما متاسفانه سیستم آموزشی ما در این مورد فعالیتی نکرده، اصلا به رسمیت نمیشناسه یا اصلا جدیش نمیگیره. حالا این برمیگرده شاید به عدم وجود دیالوگ در کشور ما هست، در فرهنگ ما هست که ما میخوایم در واقع شفافیت اطلاعات وجود داشته باشه، اما راه ها و آموزش های لازم رو در اختیار جوونا قرار نمیدیم. این شغلیه که حتی آدم در کهنسالی هم، حتی زمانی که دچار ضعف بدنی هست، پیر هست، فرسوده هست، هم میتونه کسب درآمد ایجاد کنه و نیاز به زیرساخت‌های پیچیده‌ای نداره. تنها نیازش اینترنت هست و خب یه گوشی موبایل یا یه کامپیوتر، لپتاپ. ولی متاسفانه تو سیستم آموزشی ما هنوز رشته‌ای مثل رشته‌های دیگه درسی آموزش و در واقع زیرساخت براش ارائه نکردیم، فرهنگ ارائه نکردیم و همیشه با انبوهی از انتقادات تند و در واقع موانع شدید اجتماعی روبرو هستیم. خب خیلی کامنت های منفی میاد برای یوتیوبرها که گاهی اوقات باعث میشه اونها دست از کار بردارن و این نشون میده که سیستم آموزشی ما رو آماده نکرده برای در واقع فعالیت در این حوزه در واقع اقتصادی. این یک انتقاد هست که چرا مشاغلی که میان درآمدزایی میکنن، باعث گردش مالی میشن، ارزآوری دارن مثل یوتیوب، اینقدر سطحی و غیر جدی در واقع به حساب میان و توجهی نمیشه به افراد موفقی که تو این رشته تلاش کردن، تجربه به دست آوردن و درآمدزایی کردن، حتی کارآفرینی کردن، نیروهایی رو استخدام کردن که براشون کار کنن. سیستم آموزشی ما ظاهراً در یک خواب زمستانی، شاید هم دائمی به سر میبره و بچه ها رو با این فرصت ها آشنا نمیکنه. شاید به این دلیل که خیلی از معلم های ما یا اساتید ما خودشون در خواب هستن یا در واقع این شغل رو خیلی جدی نگرفتن یا این شغل رو در واقع مانعی برای کار خودشون میدونن. اما متاسفانه اینطور نیست و شاید بگیم خوشبختانه اینطور نیست و باید این شغل جدی گرفته بشه و سرفصل‌های درسی جدی براش ساخته بشه، توی مدارس آموزش داده بشه، چرا که یه بچه 9 ساله 10 ساله هم میتونه با آموزش و آماده شدن برای این حرفه برای خودش یک شغل و کسب و کار ایجاد کنه و هم به اقتصاد خانواده خودش کمک کنه و هم به اقتصاد کشورش و هم به خودش در واقع استقلال مالی. امیدوارم این موضوع کمی جدی‌تر مورد بررسی قرار بگیره و به عنوان یک سرفصل درسی با زیرساخت‌های آموزشی خوب مناسب ارائه بشه که هم کسایی که نگاه میکنن، یعنی بینندگان یوتیوب هستن یا شبکه‌های اجتماعی هستن، فرهنگ لازم رو پیدا کنن و هم افرادی که مایل هستن در این شغل
این شغل خیلی سخت ولی بسیار مفید و فعال بشن، آماده بشن برای بحران ها، مشکلات یا دردسرهایی که به هر حال یه یوتیوبر باهاشون روبرو میشه. با اینکه امکانات کمی لازم داره، نیاز به یک توان روحی جسمی خیلی بالایی داره. درسته ما با یه صندلی و یک گوشی موبایل و یک میز ساده میتونیم کار کنیم، اما باید از روحی اینقدر قوی باشیم که وقتی انتقادهای خیلی زننده یا گاهی آزاردهنده رو تجربه میکنیم به خودمون مسلط باشیم، تصمیممون رو عوض نکنیم و حتی کاربرای دیگه به کمک بیان، در واقع بینندگان دیگه بیان به کمک و سعی کنن این شخص رو در اون حوزه شغلی خودش حمایت کنن تا زودتر کسب و کارش رو بسازه، به 1000 اسکریبش برسه، به درآمدزایی برسه. حالا بعد از این دوره سختی که خیلی خیلی انرژی بر هست و خیلی قبل از اینکه 1000 سابسکرایبشون رو بگیرن دست از کار برمیدارن، وارد بشن و بعد حالا با انتخاب بیننده هاست که بقای خودشون رو میتونن حفظ کنن. این کار مثل این میمونه که شما یک در واقع با کمک 1000 سابسکرایبر که کار خیلی سختی هم انجام نمیدن، سابسکرایب میکنن، شخص در واقع یک دکان، یک مغازه پیدا میکنه برای کسب و کار. حالا اگر کالا و یا در واقع محصول خوبی رو ارائه کنه، افکار خوبی داشته باشه، دیدگاه های جالبی داشته باشه، میتونه به کارش ادامه بده. خیلی ها میان از ویترین در واقع مغازه‌ای که باز شده استفاده میکنن و اگر محصولی نداشته باشه، دیدگاهی نداشته باشه، ویدیویی نسازه، در نهایت خب اون مغازه به سود نمیرسه. حالا درسته که وجود اومده و خب یه سرقفلی داره، ولی خب در نهایت وقتی چیز خوبی برای ارائه نداشته باشه قطعا خب به درآمد هم نمیرسه. ولی برای اینکه این قرفه باز بشه حداقل 1000 سابسکرایبر لازمه و سیستم آموزشی ما باید کمک کنه، باید این فرهنگ رو ایجاد کنه برای بچه‌ها، برای دانش آموزان، برای هر کلاسی، برای هر مدرسه‌ای، که بر تک تک این بچه‌ها بیان این قرفه ها رو ایجاد کنن فقط با یه سابسکرایب ساده و این شانس و فرصت رو به بچه‌ها بدن که بچه‌ها بیان صحبت کنن. ما چه کاری رو میتونیم پیدا کنیم که با همین هزینه ساده، با همین اکانت ساده، با 1000 سابسکرایب به درآمد برسه، فرصتی برای تبلیغ باشه. حالا وقتی بحث فضای تبلیغ باز بشه، دوباره فرصت جدیدی برای مشاغلی که در واقع تبلیغات فارسی میسازن ایجاد میشه و خب خیلی از کسب و کارها به حرکت میفتن که تبلیغ بسازن، با هم رقابت میکنن، تلاش میکنن که این فرد رو که حالا توی مدرسه